سلام بچه. من سوالا کلاش رو دارم. تنها چیزی هم که ازش فهمیدم اینه که باید مثل سگ بازی کنی تا یلا بتونی یه اکانت خوب از خود درست کنی. من به این سوالا دارم بازی کنم. تازه اینی که داریم دوم اکانتم که دارم. ما دیگه نمیدونم چی بگم. نه نمیگم که چیزه پریلای خیلی خوبی هم داریم. با زیفته از همین اکانتم همه رو بلدم بزنم. من بازی آنچنان خوبم نیه، خیلی خوب نیه. همین اینم تازه دوم اکانتی که تونستم از خودم بسازم. ناکن هنوزشه، تازه اول راهه. حتی یه درصدش هم کامل نگرفتم. تازه میخوام راش سیرکی جمع کنم. الان میخوام برم تو اکانت اولیم ببین چه خبره. تو اکانت اولیم تقریبا 1.5 سال بازی کردم. مثل چی هم بازی کردم تازه همین شده. ببین الان دوم اینه سرگدو زدم تازه این شد دیگه. من یه مدتی بازی نمیکنم، میخوام تازه شروع کنم. یه چیزم یادتون نره دیگه، کانالمون رو حمایت کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیو جدید گذاشتم خبرتون کنم. اگر این ویدیو به 200 لایک برسه، 200 و به بالای 2000 تا یا 1000 تا بازدید برسه، در مورد PS حرف میزنم. کلاش کنم بازی خوبیه برای کسانی که میخوام سرگرم بشن و میخوام یه درآمدی چیزی کسب کنم، ارتقا بدنم، بفروشم. حتی همه بازی هم میتونی کار کنم. توصیه میشه. کلاش بازی خیلی باید صبور باشه، مثل چی صبور باشه. ولی تنها عیبی که داره کلاش مثل کلاش قدیمی نیست. کلاش قدیمی باز حتی نیروی هم که میاره خیلی باسته، تقریبا چند سال باز سر بشه.